تاثیری که کارتریج به ما میده یه تاثیر خامه. شما بذار جلو آفتاب، بعد یه مدت دست بکش روش پاک میشه. حتما باید در یه قسمتی رد بشه که این تونر میکس کنه رو کاغذ، بچسبانه رو کاغذ، بسوزانه رو کاغذ. که یه قسمت اسمش فیوزینگ یا هیتره که کارش یه میکس کردن یا چسباندن یا سوزاندن تونر بر روی کاغذ. این میشه کار فیوزینگ. اجزایش چیه؟ اجزای فیوزینگ: یک هات رول